بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و موحدینی که صدای ما را میشنوند، با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی باز از کتاب ایمان، ای باب ایمان به قدر، در جمله احادیث های قرار داریم که در این مورد صحبت میکنند درباره ایمان به قدر، که یکی از جزوی ایمان اهل سنت و الجماعت است که باید به اینها ایمان داشته باشند. یک چند احادیث برای شما ذکر میکنیم انشاءالله. حدیثی که امروز ما قرار داریم در او، عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي وقال هذا حديث غریب اسنادان. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، البته اولین اون چیزی که از مخلوقات آفرید و خلق کرد قلم بود. الله سبحانه و تعالی آفرید، پس فرمود برای قلم بنویس. قلم گفت ما اکتب، من چی رو می نویسم؟ الله سبحانه و تعالی فرمود اکتب القدر، همین قدر را بنویس، یعنی چیزی که واقع می شود در قضا و قدر، همین کائنات و مخلوقات، مقدار و اندازه و قدر و تقدیر اینها رو، یعنی اکتب القدر ای المقدر المقضی، چیزی که تقدیر کرده شده است و چیزی که قضاوت کرده شده است درباره او بنویس. خب و میگه قلمم فکتب ما کان و ما هو کائن الی الابد، کتابت کرد اون چیزی که بود و اون چیزی که می باشد تا ابد، همه اونها را کتابت کرد. این رو حدیث رو امام ترمذی روایت میکنه و میفرماید که حدیث غریب است از روی اسناد، اما چیزی که در صحیح، حدیث صحیح است و سند صحیح، امام ابو داود روایت میکنه در مسند خودش تحت رقم 4700 که حدثنا جعفر بن مسافر الهذلی حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن صامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. در اینجا
مقادیر کل شیء میاد در لفظی که امام ابو داود روایت میکنه مقادیر کل شیء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني رواه ابو داود بسند صحیح. درباره این حدیث کمی شرح میتونیم با شما برادرای عزیز که صحابیای کرام رضی الله عنهم يعلمون ابناءهم و من بعدهم امور العقیدة و مسائلها. صحابی کرام رضی الله عنهم صحابه ها تعلیم میدادند فرزندای خودشان را و کسانی که بعد از خودشان می اومدن امور عقیده را و مسائل عقیدوی را تا اینکه ایمان در قلوب آنها با کمالترین وجه و دور از هر گونه مرض قلبی و نفاق دودیلگی باشه. خوب نشان میدادن فرزنداشو. و در همین حدیثی که ما ذکر میکنیم عباده ابن صامت رضی الله عنه یکی از صحابیای جلیل رسول الله است که میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من شنیدم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرماید ان اول ما خلق الله القلم، یعنی اولین چیزی که آفرید الله سبحانه و تعالی جمله مخلوقات قلم بود و هو اداة الكتابة للمقادر، یعنی او که از بگیم که ادات یعنی جهاز کتابت و نویساندن است برای مقادیر تقدیرهایی که یأمره الله بها، الله اونها را امر میکنه که بنویسه باید. فقال له، برای قلم میگه الله سبحانه و تعالی اکتب بنویس. قال ربی و ماذا اکتب، یا پروردگارم یا ربم چی رو من مینویسم؟ سوال میگه که اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعه، تا روز قیامت که برپا میرسه، روز قیامت تقدیر همه چیز بنویس، چی اندازه داره، چی کار میکنه، چی واقعا رخ میده، چی کار میکنه، خلاصه این واقعه ها را بنویس. یعنی ان الله امره ان یكتب مقادیر كل شيء في الكون بالطريقه والكيفيه التي امره الله ان يكتب بها ما اراد الله ایجاده الى يوم القيامه. یعنی الله رب العزت امرش میکنه قلم را اینکه بنویسد تقدیر اندازه همه چیز را در همین کون و مکان با یک طریقه و کیفیتی که امرش میکنه الله خودش، الله خیلی که امرش میکنه که بنویسد به همون طریقه و به همون کیفیت. آنه که اراده میکند الله ایجادی همون چیز را تا روز قیامت را. عباده بن صامت رضی الله عنه فرمود که یا بنی، فرزنداش گفت ای بچه هایم، این سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، همون من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود من مات علی غیر هذا، اگر کسی میمیرد بر غیر همین عقیده، یعنی غیر ایمان بالقضاء والقدر، یعنی میمره یعنی ایمان به قضا و قدر، به تقدیر خیر و شر، به این چیزها نداره، همین خیل میمره دنیا میروه و ایره قبول نداره، ایمان نداره، اگر کسی همین خیل بمره نعوذ بالله فلیس منی، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای جمله ما نیستو، فلیس مؤمنا بالعقیده التي جاء بها النبی صلی الله علیه و سلم، و عقیده که محمد علیه السلام آمده است و از جزوی همون عقیده همین است که ما به ایمان قدر خیر و شر باید ایمان داشته باشیم و اگر بغیر همین بمره و این جمله مؤمنان نیست. و بعد از او عباده بن صامت رضی الله عنه می فرماید که بچه ما اون فرزندش می فرماید که یعنی حدیث میگه که وصیتش میکنه، میگه یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، البته تو هرگز نمیابی مزه و طعم حقیقت ایمان رو نمیابی، یعنی کمال لذت رو در دلت، تا اینکه بدانی، یعنی ایمان بیاری و تسلیم باشی
انما اصابك ای من نعمت او ابتلاء، اینکه هر چیزی که از جانب الله میرسه به تو، نعمتت میرسه، یگان مشقت مصیبت برای تو میرسه، ایرا بدون که لم یکن لیخطئک، یعنی او اگر به تو رسید، یعنی او در لوح محفوظ خطش کشیده بوده است که در تو میرسه، او خطا نشده است که خطا بیاید در تو برسه، بلکه در لوح محفوظ و در تقدیر نوشته بود ای یجاوزک و یتعداک الی غیرک، یعنی او برای تو بود آمد به تو رسی. و ما اخطأک، و ایران بدون که چیزی که خطا میخوره و به تو نمیرسه، مما انعم به او ابتلی به، یا که تو مصیبت برای تو نمیرسه و به دیگه میرسه، مثلا به تو نمیرسه، یا اینکه نعمت به تو نمیرسه به غیر تو میرسه، لم یکن یصیبک، این همین خلبت که در تقدیر که باید به تو نرسه. و در این حدیث بیان میکنه عقیده صحیح را در ایمان به قدر، و اینکه کسی که انکار میکنه همینو فلیس من النبی صلی الله علیه و سلم، از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و چی نیست، او انسان مرتد میشود. و در اینجا الحث علی التوکل علی الله تعالی و الرضا بقدره، اینه برانگیخته کردن توکل بر الله تعالی و رضا شدن به قدر ای، از جانب خیر و شر چیزی که میرسه رضا شدن به ای. و نفی میکنه الحول و القوه و ملازمت القناعت و الصبر علی المصائب، یعنی که باید که لازم گرفتن قناعت، آدم قناعت بکنه و صبر بکنه بر هر مصیبتی که میرسه، در اون حالت نگه چنین شده چنان شده فلان شده، اینه. خب حدیث دوم، و عن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية یعنی سوره اعراف آیت 172 است. عمر بن خطاب رضی الله عنه پرسید، در مورد همین آیت پرسید، یک صحابی میخونه ایرا در این مورد سوال میکنه. بعد عمر بن خطاب میگه که سوال میکنه، بعد از او عمر بن خطاب میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که یسأل عنها، از همین آیت در تفسیر همین آیت میپرسیدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله خلق آدم، و تحقیق الله سبحانه و تعالی آدم را آفرید، ثم مسح ظهره بیمینه، بدون کیفیت، بعد از اون مسح کرد پشت انسان و آدم را به دستش، به دست راستش. فاستخرج منه ذریتا، یعنی خارج کرد، برآورد از ظهر صلب انسان فرزندای بعدینه انسان را. فقال، پس فرمود خلقت هؤلاء للجنه، من آفریدم اینها را برای جنت، و به عمل اهل الجنه یعملون، و اینها به عمل اهل جنت چه میکنن؟ عمل میکنن. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذریتا. و در اینجا آغازه ما بیان برادرای عزیز، اینترنت ما کمی ضعیف است. در اینجا یک صحابی پرسان کرد، گفت که ففیما العمل یا رسول الله، پس چنین باشد، اینقدر عمل کردن و اینقدر زحمت کشیدن برای چی است؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه. البته الله سبحانه و تعالی هنگامی که بیافرد و خلق بکند بنده را برای جنت، او را کار میگیره از او به عمل اهل جنت تا اینکه میمیرد بر همون عمل از اعمال اهل جنت. فیدخله به الجنه، پس به سبب او را داخل میکند و جنت. و اذا خلق العبد للنار، هنگامی که بنده را برای جهنم نعوذ بالله بیافرد الله، استعمله بعمل اهل النار،
و را استعمال میکنه، یعنی کارش میفرمایه که از او کار میگیره به عمل اهل جهنم، تا این که چی میشود؟ یموت میمیرد علی عملی من اعمال اهل النار، و یک عمل از عملهای اهل جهنم، فیدخله به النار، به همون جهنم داخل میشود. بعد رواه مالک و ترمذی و ابو داود، امام مالک در موطا و امام ترمذی در سنن خودش، امام ابو داود هم روایتش میکنه. خب پیرامون این حدیث رو هم کم صحبت میکنیم که از عمر بن خطاب رضی الله عنه وقتی که سوال میشود در مورد همین آیت که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، یعنی هنگام رو در یاد بیاره محمد علیه السلام که میگیرد پروردگار تو از بنی انسان، از فرزندای انسان، ای پشتی آنها، یعنی در پشتی انسان بودنشون عهد پیمان میگیره. میگه وقتی که همین آیت را یکی از صحابی ها تلاوت میکنه، خب عمر بن خطاب رضی الله عنه میپرسه درباره همین آیت. خب الله سبحانه و تعالی آفرید از خلق کرده است، خلق را و این کون و مکان را، و قدر مقادیر کل شیء، هر چیز را مقدار اندازه خودش تقدیرش نوشته است و میدونش به علم خودش مقدار اهل جهنم چند قسم هستند، اهل جنت کیا هستند. و کل میسر لما خلق له، یعنی که کل میسر لما خلق له، هر کسی که برای چیزی آفریده است برای همون چیز اونها رو استعمال میکنه و از اونها کار میگیره. و دیگه ول ایمان بالقدر من تمام الایمان، ایمان آوردن به قدر از کمال ایمان است و ضروری است که انسان به این تسلیم کامل مطلق باشه. در این حدیثی که ما حکایت میکنیم مسلم ابن یسار الجوهانی روایت میکنه، اینکه عمر بن خطاب پرسیده میشود از همین آیت و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، هنگامی رو در یاد بیاره که میگیرد پروردگار تو از فرزند انسان، یعنی از پشتی اونها، از ذریتشون، از فرزندایشون، و اونها را گواه قرار میدهد و اشهدهم علی انفسهم، و نفس خودشون گواهشو قرار میدهد، عهد پیمان اتشون میگیره و میگوید که الستو بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بله، اونها میگویند که بله. شهدنا ان تقولوا یوم القیامه، یعنی شاهدی میتیم که بگویند، یعنی شما بگویید روز قیامت انا كنا عن هذا غافلین، یعنی از گفتن این که دیگه ما در روز قیامت باز بگیم که ما غافل هستیم و ای و او، به خاطر همه از اول وقتی که در صلب انسان است الله سبحانه و تعالی همون فرزند انسان از پسش چه میکنه؟ عهد و پیمان میگیره، عهد و پیمان میگیره. وقتی که درباره این حدیث و درباره این آیت از عمر بن خطاب رضی الله عنه سوال کردن و پرسیدن که در سوره اعراف آیت 172 هست که همون عبدالله ابن مسلمه همین آیت تلاوت میکنه. عمر بن خطاب میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عنها، منم شنیدم که از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این پرسان کرده بودن، یعنی تلک الآیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله عز وجل خلق آدم، البته الله عز وجل آدم را آفرید، ثم مسح ظهره بیمینه، یعنی با دست راستش مسح کرد، یعنی پشتی فرزند انسان را ما به این ایمان داریم، یعنی و به چگونگیش کار نداریم و از اون استخراج کرد ذریت اون رو، یک تعداد ذریتش که مسلمان بدن
گفت که خلقت هؤلاء للجنه، این رو برای جنت آفریدم و برای عمل و با عمل اهل جنت یعملون، عمل میکنن. ای فاخرج بعلمه، با علم خودش اخراج میکنه الله سبحانه و تعالی اون مقداری را که از ذریت فرزند انسان هستند، از اهل جنت، کسانی که عمل میکنن و الله میدونه اونها را. الله سبحانه و تعالی این که زود است که در آینده عمل اهل جنت را انجام میدهند. پس میفرماید که پس در نتیجه میمیرند، در همون جنت داخل میشوند. بعد از اون با مسح میکند، یعنی مره دیوم بوره فرض مسح پشتی انسان را، فاستخرج منه ذریه فقال، پس میفرماید خلقت هؤلاء للنار و بعمل اهل النار یعملون، اینها را آفریدم برای جهنم و با عمل اهل جهنم اینو انجام میدهند. یعنی با علمش الله سبحانه و تعالی آفرید اونها را و دیگر چی کرد؟ یعنی بگیم که میدونیست همون چیزاش و عملهاش و پیشتر گفته بود. یک مرد از صحابی‌ها پرسید که یا رسول الله ففیما العمل، برای چی؟ یعنی ماذا یعمل الناس وقد قدر الله مسیرهم سلفا، یعنی پیشتر اگر الله سبحانه و تعالی تقدیر آنها رو، جای اینها رو، بازگشت اینها رو عمل تقدیر کرده باشه که اینا ایش فلانیش جهنم میره و فلانیش جنت میره، و پس این عمل کردن برای چی است نباشه؟ الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله عز وجل اذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه. البته الله سبحانه و تعالی هنگامی که خلق کرد بنده رو برای جنت، استعمال بکند اون رو به عمل اهل جنت تا اینکه میمیرد بر عملی که از عمل اهل جنت، پس داخل می شود به او جنت رو. و اذا خلق العبد للنار، وقتی که بنده رو برای جهنم بیافرد، استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار، به همون عمل میمیرد، فیدخله به النار، و به جهنم داخل می شود، نعوذ بالله. و ذلك لان الخير والشر اوضحه الله للجميع، بخاطر اینکه نیکی و خیر و شر و بدی رو واضح و آشکار کرده است برای جمیع انسان. فکل یعمل علی بصیره، پس کسی که عمل بکند بر بصیرت باید عمل بکند. و یختار ما یرید، اختیار بکند آن رو که اراده میکند. فمن اختار عمل اهل الجنه، پس کسی که اختیار کرد عمل اهل جنت را، وفقه الله لذلك، الله موفقش میکنه برای اون. ثم ادخله الجنه، بعد اون داخل جنتش میکنه. و هو یعلم ازلا انه من اهلها، و ازلا هم میدونست الله سبحانه و تعالی که این انسان از اهل جنت است. و این چنین من اختار لنفسه عمل اهل النار، کسی که اختیار بکند برای نفس خودش عمل اهل جهنم را، کفر و شرک را، ترکه الله حتی یدخله النار یوم القیامه، الله رب العزت رو هم ترک میکنه و چی میکنه؟ نعوذ بالله در قیامت هم در جمله اهل جهنم داخلش میکنه. و هو سبحانه یعلم ازلا انه سیعمل بعمل اهل النار، و الله رب العزت هم میدونست ازلا که این زود است که عمل میکند به عمل اهل النار. و در این حدیث ان الایمان بالقدر لا ینافی العمل، ایمان به قدر آوردن منافی عمل نمیشود که عمل نکنی. و رد است بر کسی که یعلق تقصیره علیه، یعنی کمبودی خود را به همین چیز مقصر میدونه، به همین قدر و قضا و قدر. چون که الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید و او را هدایت کرد به طرف معرفت خیر و شر، که این خیر این شر است. خب و در اینجا اثبات میکنه اینکه الله سبحانه و تعالی دست دارد، دستی راست، و هی تلیق بذاته و کماله سبحانه لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. و این لایق و سزاوار به الله سبحانه و تعالی است و مثل الله سبحانه و تعالی چیزی نیست، و الله سبحانه و تعالی سمیع بصیر است. خب و دیگر حدیث روایت میکنیم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز خارج شد، در دستش دو کتاب بودن، دو کتاب. فقال، فرمود
اتدرون، صحابی‌ها را گفت که اتدرون ما هذان، گفت میدونید آیا که این کتاب‌ها چی هستند؟ ما هذان الکتابان. صحابی‌ها گفتن لا یا رسول الله، نه یا رسول الله، الا ان تخبرنا، مگر اینکه تو خبر مو بکنی بعد از اون ما بدونیم که اینها چی هستند. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فقال للذی فی یده الیمنا، برای کتابی که در دست راستش بود گفت هذا کتاب من رب العالمین، این کتاب از جانب رب العالمین است که فیه اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم. در این کتاب نامهای گفت اهل جنت هست و نامهای پدرهای آنها است و قبیله های آنها است. بعد از آن ثم اجمل علی آخرهم، بعد از آن جمع بحث کردگی است، در آخر جمع بحث کردگی است اینها را، یعنی اجمل آخرهم. و گفت که فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم ابدا، در اینها نه زیادتی می شود نه از اینها کمبود می شود، چیزی را کم میشنه. بعد از آن میگه للذی فی شماله، بعد از آن برای کتابی که در دست چپش بود گفت رسول الله صلی الله علیه و آله هذا کتابان من رب العالمین فیه اسماء اهل نار و اسماء آبائهم و قبائلهم. این کتاب از جانب رب العالمین است، این نامهای اهل جهنم و نامهای پدرهای آنها و قبیله های آنها. بعد از آن اجمل علی آخرهم، یعنی جمع بست کردگی و آخری آنها که اینمی تعدادشون است، فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم ابدا، که از اونها نه کم میشه و نه از اونها چیز زیاد میشه. و قال اصحابه، صحابیای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ففیما العمل یا رسول الله، پس این عمل کردن برای چی است نباشه یا رسول الله؟ این کان امر قد فرغ منه، اگر این کار و تحقیق روبراه باشه، از این فارغ شده باشه این کار بار، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سددوا و قاربوا، یعنی راست باشه و نزدیکی بجوید به الله سبحانه و تعالی. فإن یعنی به عمل، فإن صاحب الجنة یختم له بعمل اهل الجنة و این عمل ای عمل. پس به تحقیق صاحب اهل جنت، صاحب جنت رو به آخر ختم زده می، یعنی خاتمه بخشیده می شود برای او به عمل اهل جنت، و اگر عمل کرده باشه عملهای دیگری رو در آخر الله سبحانه و تعالی نشانش میده که به قدم عمل ایدنیو می رود. و این صاحب النار، و البته صاحب جهنم را یختم له بعمل اهل النار، یعنی خاتمه بخشیده می شود برای او به عمل اهل جهنم. و این عمل ای عملین، اگرچه گذشته قدم عملی را انجام داده باشه. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که با دستش اشارت کرد و فنبذهما، امون دو بگیم که امون کتاب همین خیلی پرتاف. بعد از اون گفت که فرغ ربکم من العباد، پروردگار شما از امور بنده ها فارغ شد، فریق اونها در جنت و فریق اونها در جهنم است. این رو هم امام ترمذی روایت میکنه تحت رقم 2141، امام احمد تحت رقم 6563 و امام نسائی در سنن کبرا هم روایت شد. انا اکنون پیرامون این حدیث رو یک چند صحبت داریم، این حدیثی که ذکر کردیم. خب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم ويطلعهم على بعض معاني الغيب التي علمها الله عز وجل له. پیامبر صلی الله علیه و سلم عادت مبارکشون چنین بودن که تعلیم می‌دادن صحابیاش رضی الله عنهم را، الله از آنها راضی باشه، و اطلاع می‌ساختن، آگاه می‌ساختن آنها را بر بعض معانی غیب که آنها را الله بر پیامبر صلی الله علیه و سلم الله عز و جل تعلیم دادگی. و در همین حدیثی که ما ذکر کردیم عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما می‌فرماید که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی یده کتابان، خارج شد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزه در دستش دو کتاب، یعنی گفته شده است که هما کتابان علی الحقیقه. بعضی شارحین حدیث میگن هم دو کتابی بود که حقیقتاً، و بعضی ها میگن که بل هو تمثیل، بلکه یک مثال زده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی
ان المتکلم اذا اراد تحقیق قوله، یک آدم متکلم که گپ میزنه هنگامی که اراده میکنه تحقیق ببخشه سخن خودش را و تفهیم غیره و غیر خودش را بفهمونه، یعنی مخاطبین بفهمونه، و استحضار المعنى الدقیق الخفی فی مشاهدة السامع، یعنی گویا که همون چیز همون خیلی بنمایش بگذاره که دقیق بفهمونه، چیزایی که مخفی هستن پوشیده هستن تا اینکه شنونده خوب بفهمه. کأنه ینتقل الیه رأی العین، گویا که همین خیلی چیزی را میاره در پیش تو نشان میده که تو میبینی با چشمت. صورتا لصوره. خب یعنی منظور همین که به عبارت دیگر یک انسان تو یک چیزی را دیده، یک مثلا یک تلفنی بسیار خوب دیده، اندازش دیده چند است و مثلا میدونی که چگونه دراز است، پهن است، پهمی و چیزشه، و همون را میاری برای یک نفر میخوای قصه بکنی بفهمونی، چیکار کنی قصه کنی بفهمونی، به همین دستات اشاره میکنی، مثلا بعد دستات اشاره میکنی میگویی که اینا میکبد درازش، اینا میکبد، اینا زیرش اینا تا یک کنوکه داشت، اون اوجاش فلان چیزش بود، اینا پیش نشون میتونی اینجا کامیرش بود، فلانش بود گفته. اما خیلی یک مثال میزنی همین دسته و مثالی همون، یا که یک کتابی رو مثلا مینه کتاب بود، اینا می کاغذ بود گفته، همین خیلی با دستت مثلا چی مثال میزنی تا اینکه همون آدمی که مخاطب است همون مقصدی تو را پر بفهمه و درک بکنه. درست شد؟ همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثال زده است، همون دو بگیم که همین مقادیر شیء و تقدیر کل شیء رو به همین دو صورتی که فهموندیم برای شما کتاب، همین تا بگیم همین دستور شد دستی راست این طرف نشان داد گفت اینا یک کتابشه، مثلا دست چپش یک کتابشه، اینا خیلی برای صحابی‌ها فهموند. خب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كشف بحقيقة هذا الامر، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که کشف کرده شد برای او حقیقت همین امر، او خودش براش نشان دادن در عالم غیب، الله سبحانه و تعالی آگاهش کرد توسط جبرئیل علیه السلام باشه و آگاه کرد الله سبحانه و تعالی را اطلاعی که لم یبق معه خفا، یعنی در نظر پیامبر صلی الله علیه و هیچ جای پوشیدش نمون، خوب فهمید خودش. فمثل المعنى الحاصل في قلبه بشيء الحاصل في يده، انا اکنون رسول الله صلی الله علیه و مثال میزنه معنی که حاصل شدگی در قلبش با چیزی که حاصل شدگی در دستش، و هم دستش میام خیلی چیکار میکنه مثال میزنه تا اینکه آدم ها و مخاطبینی که اونجا قرار دارن و حضور دارن چی کنن خوب بفهمن و خوب درک بکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا چی صحبت میکنه و چی میگوید. و بعض شارحین حدیث میفرمایند که والصواب انه محمول عن الحقیقه من دون شائبه المجاز، یعنی صواب همین است که این حمل کرده بر چی است حقیقت بگیم که هست که همون تو چیزی که بدن کتاب نه، حقیقتا ما تعویل دیگه در این نمیکنیم چگونه بدن، حقیقتا همون بدن همین خیلی. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا میدونید همین دو کتاب چی هستند؟ صحابی‌ها گفتن لا یا رسول الله الا ان تخبرنا، ما نمیدونیم مگر تا اینکه خبرمون نکنیم، ما نمیدونیم چی یعنی. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که برای کتابی که در دستی راستش بود گفت که هذا کتاب من رب العالمین، این کتاب از جانب پروردگار رب العالمین در این نام‌های اهل جنت و نام‌های پدرها و قبایل آنها و تفصیل، یعنی للتفصیل و تمیز بینهم، برای جدا کردن و تمیز کردن بین اونها همش کتابت شدگیان. بعد از اون اجمل علی آخرهم، یعنی در آخرشون چکار کرد؟ در آخری همین بگیم یک کتاب هم اگر شما دیده باشه، یک کتابی که حساب کتاب میشوه، یک نفر نام و نسبش می نویسن، مقدارش می نویسن همه شد، بعد در آخر همونه مثلا یک خط میکشن، عادت همین حساب چیا مقدار همون را جمع شد، جمع بس شد، همونجا عددش می نویسن.
خب همچنین اجمل علی آخرهم، در همون کتاب بگیم که آخری همونها را جنبش نوشت، معلوم بگیم که با آخر رسونده بدن و گفت که فلا یزاد فیهم، در اینها نه زیاد می شود ولا ینقص منهم ابدا، و از اینها نه کم می شود. ای لا یتغیر الحکم فیهم، حکم در باره اینها تغییر نمیخوره. بعد از آن مگر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که این یک کتاب در دست چپ است، این کتاب از جانب رب العالمین در این نامهای اهل جهنم و نامهای پدرهای آنها و قبیله آنها، ثم اجمل علی آخرهم، در آخرشون بگیم جنبش شدگیان همه آنها که نه کم می شود در اینها نه زیاد اضافه می شود هرگز. بعد از آن میگه صحابیا گفتن ففیما العمل یا رسول الله، پس عمل برای چی است یا رسول الله؟ این کان امر قد فرغ منه، اگر این کار یعنی از او فراغت شده باشه، یعنی همه حال احوال مردم در جنت جهنم معلوم شده باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سددوا ای اطلب العمل باستقامه، عمل رو طلب بکنید از الله با استقامت، و سعی بکنید در طلب جنت، و البعد عن النار، و از دوری از جهنم، و قاربوا یعنی نزدیکی بجوید، یعنی اسعوا سعی تلاش بکنید در عملی آن چیزی که امرتم بهی، و او دستور داده شده شما، بالقدر الذي لا يكون فيه تقصير او غلو، که در او نه کمبودی کنه و نه غلو بکنه. و فرمود که فإن صاحب الجنه، پس البته صاحب جنت، خب کسی که در جنت می باشد، یختم له بعمل اهل الجنه، یعنی خاتمه به خیر می شود برای او به عمل اهل جنت، یعنی عاقبتش به انجام می رسه، به خاتمه می رسه، به پایان می رسه، یعنی یوفق لأن تكون آخر اعماله هي التي توجب دخوله الى الجنه، یعنی آخرین عملی که او انجام میدهد که موجب داخل شوی جنتش بکنه، به همون عمل چی میشه؟ به آخر میرسه. و این عمل ای عمل، اگر چه عملی انجام داده باشه قبلا از قبیل اعمال اهل النار مثلا، الا انها لا توجب النار في حقه، و این صاحب النار، و البته صاحب جهنم هم المثبت في اهل النار، کسی که ثابت است در علم الله سبحانه و تعالی که در تقدیر قضا و قدرش که در جهنم است، یختم له بعمل اهل النار، یعنی به خاتمه میرسه به عمل اهل النار، عملی را انجام میده در آخر نعوذ بالله که مرتد میشوه یا که کافر میشوه یا که بیدین میشوه. یوفق لأن تكون آخر اعماله هي التي توجب عليه دخول النار، و این عمل ای عمل. قال عبدالله، یعنی اگرچه عمل در گذشته کدام عملی را کرده باشه، عمل خوبم کرده باشه، اینجا انما الاعمال بالخواتیم، آخرین عمل انسان رو، فرزند انسان رو به خاتمه عملش بهاگذاری کرده می شود. عبدالله فرمود که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که همون اشاره کرد، یعنی به همون کتابی در دستش بدم بگیم، یعنی همین خیل پرتوف شو، بعد از اینکه کلام ختم شد به طریق اهانت نه، بلکه نبذهما الی عالم الغیب، یعنی اونها را واگذار کرد به عالم الغیب، یعنی الله سبحانه و تعالی. خب ثم بعد از اون گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرغ ربکم من العباد، پروردگار شما از امور، یعنی انتها من امرهم، از امر اونها بگیم چی فارغ شده است، که فریق اونها در جنت هستند و فریق اونها در جهنم هستند. خب الله سبحانه و تعالی رو فقط ما به ثبات قدمی و عملی صالح و ایمان کامل از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که ما را الله رب العزت توفیق عمل نصیب بفرماید و عاقبت ما را برادران موحد عاقبت خاتمه به خیر بگرداند به گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله.
وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوي به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. از ابی خزامه روایت است از پدرش رضی الله عنه که فرمود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم من گفتم آیا میبینی، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم این خبر بده، یعنی ما رو از این رقیه خوانی که یعنی یک دعای ما میخوانیم با مریضی خود، نسترقیها یعنی که طلب رقیه خوانی میکنیم یک کسی که با فرزند ما یا با مریضی ما و بیماری ما دم بدوزه، یا اینکه یک مریض بیمار میشود دوایی میکنیم اونها رو، یعنی دارو میخوریم یا داروش میتیم، یا اینکه و تقاتا نتقیها یعنی یک جای پناهگاه، یا اینکه یک چی میگن پناهگاهی که در اون پناه میبریم. آیا میگه امین از قدر قضای الله سبحانه و تعالی چیزی را رد میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هی من قدر الله، همین هم خودش قدر الله است، همین هم خودش قدر الله است. رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه. و همچنین از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نتنازع فی القدر. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد پیش ما خارج شد و صحابی‌ها میگن ما یک جنگجال یا که بحث مناظره درباره قضا و قدر داشتیم. میگه فغضب حتی احمر وجهه، همین خیلی غضب کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اونجایی که چهره مبارکش سرخ شد. میگه سبحان الله حتی کانما فقع فی وجنته حب الرمان، مثل این که گویا در چهره مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم در دو چهرهش گویا دانه انار برآمده باشه، همه خیلی سرخ شد. میگه پس فرمود افبهذا امرتم، یعنی آیا شما بالتنازع فی القدر، آیا به همین چیز کسی شما را امر کرده است، دستور داده است که شما بشینید درباره قضا و قدر بحث مناظره کنید، جنجال کنید؟ به همین امر داده شده است، شما را دستور داده شده است؟ آیا و ام بهذا ارسلت الیکم، آیا من به پیغمبری مبعوث شدم، به طرف شما فرستاده شدم که بیام شما را امر کنم که شما درباره قضا و قدر چیکار کنید؟ بحث کنید و جنگ و جدال کنید. انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر، گفت البته هلاک شدن کسایی که پیش از شما گذشتن از امتهای سابق، وقتی که کشاکش کردن درباره قضا و قدر، درباره همین امر. عزمت علیکم، یعنی عزم میکنم بر شما، یعنی از شما عهد میگیرم که، یعنی عزمت علیکم یعنی اقسمت یا که اوجبت، واجب میدونم میرا به خودم که شما چیز کنم، قصد بکنم از شما عهد بگیرم که الا تنازعوا فیه، درباره این قضا و قدر جنجال و کشمکش نکنه، ایرا ترک بکنه. رواه ترمذی. همچنان خب همچنان این حدیث رو هم دیگر علماء اهل حدیث هم از جمله امام احمد روایت کرده است و احمد شاکر در مسند احمد در جلد 11 صفحه 73 اسنادش صحیح میگه و شیخ البانی هم صحیحش میگه در سنن ترمذی تحت رقم 2133. خب امام بزار هم و ابو یعیه موصلی هم روایت کردگی هستند تحت رقم 10063. خب که حدیثی که امام احمد در مسند خودش روایت کرده است چنین است:
که ان نفرا كانوا جلوسا بباب النبی صلی الله علیه وسلم، یک تعداد مردم از صحابی ها نشسته بودند به در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم. فقال بعضهم، بعضی از آنها گفت الم یقل الله کذا و کذا، لفظ حدیث چنین است، آیا الله چنین و چنان نگفته است؟ از آیات قرآن یک چند دلیل آورد. و قال بعضهم، بعضی آنها گفتند صحابی ها الم یقل الله کذا و کذا، آیا الله سبحانه و تعالی چنین و چنان نگفته است؟ میگه فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی منظور درباره همین قضا و قدر. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این گپ شنید، این سخن را، فخرج کانما فوقع فی وجهه حب الرمان، چنان با شتاب از خانه بیرون شد، مثل این که بگیم که برآمده باشد در چهره مبارکش دانه انار ای سرخی را، کنایه از غضب رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمود که بهذا امرتم، به همین چیز شما دستور داده شده، به همین چیز امر کرده شده است شما را، او بهذا بعثتم، شما به همین چیز مبعوث شدگی، ان تضربوا کتاب الله بعضه ببعض، که بزنید کتاب الله را بعضش و با بعض دیگر. انما ضلت الامم قبلكم في مثل هذا، البته گمراه شدن امتهای پیش از شما در مثل همین سخنها. انکم لستم مما ها هنا فی شیء، شما مأمور به این چیز نیست که در این باره صحبت بکنی، یعنی درباره قضا و قدر جنگ و جنگجال و کشمکش کنه. انظروا الذی امرتم به، شما نظر بکنید چیزی که الله شما را گفت است، دستور داده است، فعملوا به، همون عمل بکنید. والذی نهیتم عنه فانتهوا، چیزی که الله سبحانه و تعالی شما را نهی کرده است، از او باز بیستی او را نکنید. تمام دیگه به این کشوکش در تقدیر من ایت بود، من ایت کردم، در تقدیر من همین خیل بود، من ایت نمیشیدم، اگر این تقدیر من همین خیل بود است، خلاص همین جنگ و جنگجال و کشمکشه چیکار کنه بگذاره. خب این بدن چند احادیث مبارک در این باره که با شما ذکر کردیم. انشالله امیدواریم که چیزی فهمیده باشید. الله سبحانه و تعالی ما و شما را ثابت قدم نگاه بداره و الله رب العزت اعمال راسخ و عمل صالح را برای یک و یک ما و شما نصیب فرماید. و سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.